تاجیکان در آینه تاریخ. صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. ادامه صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ. سبق‌های تاریخ و آزمایش‌های مکتب استقلال. خطر پاره‌شوی ملت، پاره‌شوی سرزمین یگانه و حتی همچون دولت صاحب استقلال از خریطه سیاسی عالم ناپدید شدن تاجیکستان راهبریت جمهوری را وادار نمود که از جنگ و جدال و زورآوری همچون وسیله به اعتدال آوردن جامعه دست کشیده روند صلح و سازش، آشتی ملی و وحدت همگانی را پیگیرانه عملی نماید. سیاست وحدت ملی و صلح و سازش با راه آسایشته حل نمودن اختلاف سرزده میان تاجیکان و نهایت بازگردانیدن فراریان و گریزه های اجباری از روزهای نخستین طرفداران و مقابلان خود را داشت. حکومت تاجیکستان با وجود دشواری و محرومیت ها به خاطر وحدت ملی و سرجم نمودن خلق به این هم کمشمار تاجیک همه تدبیرهای امکان پذیر را اندیشید. خوشبختانه راه دراز، پرمشقت و بسا مشکل اختلافات میان تاجیکان انجام یافته برای صلح و سازش، وحدت همگانی و بازگردانیدن فراریان اجباری از خاک افغانستان فضای مساعد سیاسی فراهم آمد. روز 16 نوامبر سال 1997 آخرین گریزه از افغانستان توسط قطاره از راه ترمیز به وطن برگشت. دوران نوین دولتداری ما آغاز یافته بنیادکاری و سازندگی و آبادانی کشور به حکم عنعنه درآمد. برنامه‌های استقلالیت آذوقه‌واری، اصلاحات اقتصادی، استقلالیت انرژتیکی، احیای راه ابریشم و بنیاد خط نو راه آهن، به استفاده دادن کان گاز خواجه سرتیز و ده‌ها کارخانه‌های خرد و بزرگ صنعتی بشارت بود از دستاوردهای دولت صاحب استقلال تاجیکستان که از فیض و برکت صلح و سازش و وحدت ملی برایمان میسر گردید. گمان میکنم که با این عمل خیر تاریخ آینده ملت و نبیرگان و ابیرگان ما بهای مناسب خواهند داد. تاریخ گواه است که چه در شرق و چه در غرب مملکت‌های زیاد به خاطر پایدار ماندن مقام سیاسی و نفوذ دولتداری خیش از شهروندان فراری و ترک وطن کرده اشان کاملا روی تافتند. تجربه نادر حکومت تاجیکستان در مسئله بازگردانیدن فراریان و در مملکت فراهم آوردن فضای صلح و آشتی چون سیاست بی‌قرینه دولتداری از جانب سازمان ملل متحد و بسیار مملکت‌های جهان مورد آموزش و تبادل نظر قرار گرفته است. مسئله مهاجرت تاجیکان و ترک وطن کردن آنها به نظر من یکی از مسئله‌های مهم است که علم تاریخ شناسی معاصر باید به آن راه آورد. چند پیش مقاله مورخ نمایان تاجیک منصور باباخانوف را خوانده بودم که مسئله مهاجرت و ترک وطن کردن تاجیکان را به چندین دوره‌ها تقسیم کرده آغاز آن را از آوان اصطلاح عرب می‌گیرد. به پندار من آغاز مهاجرت و ترک وطن کردن سراجداد تاجیکان در دوره به امپری هخامنشیان متحد شدن سرزمین باختر و سوخت و مرو و خوارزم می باشد. سالهایی که در تاجیکستان جنگ شهروندی اوج می گرفت و گریزه های دهشت زده خود را به هر کوی و در می زدند و از سرحد افغانستان عبور می کردند، در لوح خاطرم نقل های تعقیبات سالهای انقلاب و آمدن اسکران سرخ حکومت نوبنیاد شوروی زنده می شد. از مقایسه این دو دلیل عجیب تاریخی به شگفت افتاده اندیشه می کردم که در لحظه های فاجعه بار تاریخی رو به فرار آوردن تاجیکان و ترک وطن نمودن آنها امر تصادف است یا یگان ریشه تاریخی دارد. برای پاسخ یافتن به این سوال ناگهانی فرونشاندن درد و علم و تسکین دل باز به اختیار رو به کتاب تاجیکان بابا جان غفورов آوردم.
اتفاقاً در صحیفه های این کتاب دقت مرا اسیان فردا از مرو بر ضد هخامنشیان جلب نمود. موافق شهادت کتیبه بیستون که دوره مبارزه های شدیدی به تخت شاهنشاهی نشستن دارای یک را فرا میگیرد، هنگام فرونشانیدن این اسیان 55,000 کس کشته و 7,000 کس اسیر گرفته شده است. سرور آشوبگران فردا را زنده به زنده پوست کنده سرزمین آباد و شکوفان را به خرابزار تبدیل می دهند. دیرتر دارا یک در سال سیوم سلطنت خود باز به سرزمین اجدادان گذشته ما سکای های تیگر خود لشکر کشیده بعد محاربه های شدید آنها را شکست می دهد. یک لوحه جالب مبارزه دلاورانه سکای ها بر ضد لشکر دارا یک کارنامه شیرک می باشد. هنگامی که دارا یک با فوج لشکر سرشمار به مقابل سکای ها روانه شد، با اردوگاه او شیرک نام چوپان با سر و روی پرجراحت، دست و پای معیوب و گوش و بینی بریده آمد. شیرک عرض کرد که هموطنانش او را به این احوال رسانیدند و آماده است که همچون راه بلد لشکر دارا را به عقبگاه سکای ها رساند. او هفته قشون فارس ها را از راه و بیراه پیش برده به یک بیابان پهناور بی آب و گیاه می رساند که عاقبت سربازان سواره و پیاده دارا به هلاکت می رسند. صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ ادامه دارد.